خانه‌های مردم بدخشان یک فلسفه دینی، فلسفه مذهبی دارد. من همین است خانه عمری بدخشانی، سنج دکان سرتکیه، سنج دکان پایان. این سنج دیگر نام خیلی دارد، در زبان شونانی دیگر نام دارد، در زبان وخانی را سنج گرد سنج میگیم. بالای سنج ها 5 تا ستون جابجا شدگی از قدیم الایام نام دارند. در وقت زردشت این ستون سروش نام داشت. بعد دین اسلام مذهب شیعه اسماعیله این به خودش نام محمد رو گرفت. چون که اگر این خانه رو به نظر گیریم تمام وزنینی همین خانه با همه چیزش به همین ستون میافتد. اگر از نظر اسلام این رو معنی داد کنیم تمام وزنینی دین اسلام هم به پیغمبر محمد میافتد. در دین زردشت این مهر نام دارد. در ماه رو امروز ماه رو ستون سر دیگدان میگوییم. بعد جاری شدن دین اسلام ما این ستون رو به حضرت علی معنی داد میکنیم، چون که در حقیقت هم این بعد حضرت محمد نزدیکترین شخص محمد، نزدیکترین به مذهب اسماعیل این حضرت علی هست. ستون سوم اینم در سر دیگدان هست. این در دین زردشت اناخیت نام داشت و در دین اسلام بعد جاری شدن دین اسلام ما او را به نام بیبی فاطمه زهرا نام میبریم و این در خودش بسیار عنعنه ها دارد. عروس و داماد بعد یکجاشه در اینجا میشینند. در برای عروس البته که یگان کودک رو میمانند که وی البته باید کودکدار شود. این ستون چهارم و پنجم به نام حسین و حسن، حسن و حسین. این حسن اینش حسین. این البته من این ستون تا به پایان جابجا شدگی، لیکنش بعضی‌ها این را پایان میکنند، بعضی‌ها در بالای سنج میمانند. این دوام دهنده مذهب اسماعیله هست. این به نام حسین است و بین این بزکش بزاویزه میگویم. وقتی که حیوان رو حلال میکردن بعد در جوای آویزا میکنند. در بین ستون حضرت علی و بیبی فاطمه زهرا تنور هست. تمام زندگی ما در گرد همین تنور هست. چوب دراز است که ما رو تیر میگوییم. من این تیر یکم، این تیر دوم. این در بالای شه ستون میباید و در بالای ستون سر دیگدان راه به بهشت نام دارد و باز در مذهب اسماعیل را عقل کل میگیم. این هم خیلی رمز در خودش دارد. هم در مذهب زردشت داشت. تیر دوم در بالای من بیبی فاطمه، در بالای ستون بیبی فاطمه زهرا حسن و حسین میگوید. در مذهب اسماعیلی را نفس کل میگوییم. در بالای این دو تیر چوب‌های دراز ما را دستک میگوییم. دستک‌های سر دیگدان اینها عادتاً 6 تا میشوند. خیلی در دین اسلام این دستک‌ها رو در مذهب اسماعیلی دین اسلام به 6 پیامبر وابسته کردگی. لیکن اینجا زیادتر است. در دین اسلام مذهب شیعه هم هست که امام دیگر پیدا میشد. یک دستک اینجا زیادتر است. قسم چهارم خانه این را ما چهارخانه میگوییم. در حقیقت ما چهارخانه عبارت است. نمیخواد ببینیم قبط یکم، قبط دوم، قبط سوم و چهارم. این در دین اسلام این را با 4 عناصر برابر میکنند. خاک، آب، باد، آتش در خودشون هم خیلی رمز دارند. در بالای چهارخانه روزن هست. خیلی روزن ها
عادتا خانه ها کلان اگر شوند روزن کلانتر می شود، خانه اگر میده باشد روزن میده تر می شود. من خیلی رمزهای مذهبی دین اسلام و دین اسلام بسیار وابستگی هم به دین زردشت و هم به دین اسلام بسیار وابستگی دارند. خانه هایی که ما در آنها زندگی میکنیم.